السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي العزيزات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتمنى أخواتي أن نكون بخير وعافية، أو أرجو أن نكون في أحسن حال وفي خير وسلامة. اليوم إن شاء الله سنبدأ بالحوار الذي حضرته طالبتان متميزتان، وبعد ذلك سنراجع الواجب الذي أعطيتكن في الدرس السابق، وبعدها سننتقل إلى درس اليوم عن الحروف. فلنبدأ. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله امروز ما با حواری که دو شاگرد آماده کردن برای درس امروزه آغاز میکنیم و بعد از شنیدن حوار این دو شاگرد میگذاریم به واجباتی که من برای شما در درس سابق، در درس قبلی داده بودم، و پس از آن انشاءالله به درس امروزه آغاز میکنیم و در آخر درس امروزه تمرین میگذاریم و برای شما یک واجبات نو را میدهم. تفضل. السلام علیکی یا اختی الکریمه. السلام علیکم ای خواهر عزیز. و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. هل انتی طالبه؟ شما طالبه هستید؟ نعم انا طالبه. بله من طالبه هستم. ما اسمکی؟ نام شما چیست؟ اسمی سمیه. و انت ما اسمک؟ نامم سمیه. و نام شما چی؟ اسمی حفصه. هل تتکلمین باللغة العربیه؟ نامی من حفصه. آیا شما با زبان عربی حرف میزنید؟ نعم اتکلم لغة العربیه. بله با زبان عربی کار میزنم. انتی عربیه؟ آیا شما عرب هستید؟ لا انا تاجیکیه. نه من تاجیک هستم. ولكن لماذا تستطيعين أن تتكلمي باللغة العربية؟ اما چرا شما میتوانید با زبان عربی حرف زنید؟ لأني أتكلمها في دورة اللغة العربية. برای آنکه من درس زبان عربی رو می‌آموزم. هل تحبین اللغة العربية؟ آیا شما زبان عربی را دوست می‌دارید؟ نعم أحب اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم ولغة الكتب الإسلامية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتكلمون اللغة العربية. بله من زبان عربی را دوست می‌دارم برای آنکه زبان قرآن کریم و زبان کتاب‌های اسلامی است و پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابگانش با زبان عربی گفتگو می‌کردند. ماشاءالله برکالله فیک یا اختی. و فیک بارک الله. و شما نیز برکت دهد الله. ما شاء الله ما شاء الله أحسنتما. فلننتقل إلى الواجب السابق إن شاء الله. میگذاریم به واجباتی که من هفته گذشته با شما داده بودم. خب انشاءالله پیش از آن که من نامهای شما رو بگیرم یک بار دیگر برای تذکره میگویم که هفته گذشته من این واجبات را به شاگردان داده بودم و انشاءالله پس از یک مهلت یا وقفه کوتاه دوباره ویدیو ادامه میدهد برای کسانی که فقط ثبت را گوش میکنند. ما برای راحتی شاگردان کوشش میکنیم که هنگام جواب دادن آنها دیگر ثبت نکنیم و ثبت را نگذاریم. از این سبب جواب های آنها را هنگام درس شما نمیشنوید. به هر حال در اینجا
همین درس چگونه بود که ضعی هذه الکلمات فی القسم الصحیح، یعنی این کلمه های زیرین رو در مکان درست، در قسم درست گذارید. برای آن که در درس گذشته شما بخشی فعل ها رو، افعال رو گذاشته بودید و ما برای فعل امر مثلا 2 نشانه یا 2 علامت یاد گرفته بودیم که به 1 علامت هم خلاصه کرده می شود. برای فعل های ماضی هم 1 علامت رو گذاشته بودیم، یاد گرفته بودیم که تا و تأنیث الساکنه، و اینچنین برای فعل های مضارع هم چندین علامت ها رو گذاشته بودیم. پس انشاءالله اکنون من نام های شما رو میگیرم و هر شخص باید که 2 کلمه رو انتخاب کند از همین روی خطی زیرین و در مکانی درست گذارد و این چنین بفهماند که برای چی از کدام علامت شده این کلمه رو در این بخش داخل میکند. آغاز میکنیم با خواهرمون. انشاءالله. خوب ادامه میدیم درسی خود رو. پس نظر کنید در اینجا این شد خلاصه درسی قبلی. خلاصه این درس چنین هست که تمام این کلمه هایی که در اینجا ما نوشتیم، تمام این کلمه ها فعل های ماضی حساب می شوند. کتب، او یک مرد نوشت. دخلت، او یک زن داخل شد در آمد. قرأت، او یک زن قرائت کرد. جلست، او یک زن نشست یا شیشت که میگویم و زبان عامه. همین کلمه ها فعل های ماضی حساب می شوند و اکثر آنها تای ساکنه در آخر دارند که به ما اشاره میکند که اینها چی هستند؟ اینها فعل های ماضی هستند. و اکنون در این قسمت کلمه هایی که در این قسمت میبینید اینها فعل های مضارع حساب میشوند از سبب هر یکی از آنها چی دارند؟ علامتی مضارع دارند در آغاز این کلمه ها. یا، تا، نون، همزه. اتینا یا انیتو. و در آخر این و البته این کلمه ها هم که جای نشدند از سبب این نوشته های کلان جای نشدند متاسفانه، اما این کلمه های زیرین هم، این 3 کلمه های دیگر هم ما تحت همین افعال الماضیه داخل می شوند از سببی که در اینش ستخرجو که در زمان آینده نزدیک تو یک مرد خواهی برآمد یا میبرایی. سوف تفعلو از سبب سوف در اینجا این فعل مضارع هست و لم یجلس از سبب لم. ببینید که چخیل اگر از معنا هم آگاه نباشید اما باز هم شما قید کرده میتوانید که این فعل چگونه یک فعل هست. و در آخر این 2 کلمه اکتبی تو یک زن نویس، انصوری تو یک زن کمک کن، این 2 کلمه های فعل های امری هستند. خب اکنون ادامه میدهیم و درس امروزه خود را آغاز میکنیم در بخش های فعل ها. خب بسم الله الرحمن الرحیم. پس در این 3 قسمی درسی بخش 1 3 درس امروزه ما در مورد علامت های حرف ها یاد میگیریم و اولا اینکه حرف چی را گفته میشود و بعدا علامت های حرف ها چی حساب میشوند، کدام ها هستند. و پس از آن که این صحیفه رو گذاریم انشاءالله در این صحیفه بعدی مؤلف در اینجا شیخ خالد تمامی نوعهای حرف ها رو در اینجا برای ما ذکر میکند و من از سببی که این روی خطی که پیش کرده است خیلی مختصر هست و حتی نمیفهماند که این حرف ها کدام ها هستند، از این سبب نیست که در اینجا نقص هست و در اینجا کمبودی هست، از سببی که تمام این حرف ها، این نمودی و این نوع حرف ها قسمتی مستقلانه خود رو دارند. پوره گویم که یک فصل، یک باب برای این موضوع ها، این حرف ها داده می شود. اما از سببی که حالا اگر شما کمی درباره این حرف ها بفهمید و این آخران قسمتی درس خیلی مختصر هست، من خودم بعضی توضیحات رو برای شما نوشته روان کردم. ببینید این 4 صحیفه برای شما روان کردم با بعضی مثال ها که این رو هم میخونیم. خب اکنون آغاز میکنیم با خود کتاب و بعدا میگذاریم به نوت هایی که من برای شما روان کردم و با انشاءالله تمرین درس رو به آخر میرسونیم. خب در اینجا میگوید
الحرف هو كلمة دلت على معنى في غيرها. حرف کلمه است که معنای خود را با دیگر کلمه ها نشان می دهد. یکم نقطه‌ای که شما باید در اینجا بگیرید این است که وقتی که ما اسم و فعل رو تعریف کردیم، در اینجا مؤلف چی گفت هنگام تعریف کردن اسم و فعل؟ گفته که یک کلمه هست که در خودش معنا دارد. دلت علی معنی فی نفسها. گفت هم برای فعل این گونه گفت و هم برای حرف هم برای فعل و هم برای اسم این گونه گفت. تنها اسم و فعل رو چگونه جدا کرد؟ این گونه که فعل به یک زمانه وابسته هست، به زمانی گذشته، حاضره یا اینکه آینده، حالان که اسم به زمانه وابسته نیست. اما اکنون حرف چگونه به ما واضح می گردد و جدا می شود از بخش اسم و فعل؟ این گونه که حرف در خودش معنا ندارد. گرچندی که بعضی ها این گونه میفهمانند که در خودش معنا دارد، اما معنایش ظاهر نمی گردد تا آن وقتی که با دیگر کلمه ها پیوسته نشود. پس تمام این تعریف ها اونقدر نازکیایی که دارن، کم اختلافاتی که دارن اونقدر مهم نیست. مهم همین است که ما مغزی گپ رو بفهمیم و خلاصه گپ رو بفهمیم. پس حرف یک کلمه در بعضی کتاب های ابتدایی این گونه فهمانده می شود که یک کلمه خرد هست. عموما حرف های زبان عربی که می باشد عموما از 1 تا 3 حرف می داشته باشند. خیلی یعنی خرد می باشند، حتی از جهتی یعنی صورتی آنها یک شکلی خیلی کوتاه می داشته باشند. و یک کلمه هست که معنایش در دیگر کلمه ها، یعنی که در یک اسم یا در فعل، مقصد همین است که معنایش نمایان نمی گردد، معنای خود را نشان نمی دهد مگر تا آن وقتی که با دیگر کلمه ها پیوسته نشود. حالان که اسم و فعل معنای در خود دارد و معنایش حتی اگر الهیده هم مانده شود معنایش ظاهر هست. بعدا میگوید فالحرف له معنی، پس حرف برای اون معنا هست. ولكن معناه لا يظهر الا في الترکیب، معنایش ظاهر نمیگردد، لا يظهر ظاهر نمیگردد مگر در ترکیب، یعنی که مگر در ترکیب یک جمله. باید که یک جمله یا اینکه یک جمله خرد باید حداقل باشد که معنای همون حرف رو ظاهر کند. پس در اینجا با واسطه یک معنا برای ما روشن‌تر می‌سازد. میگوید نحو من حرف جر له معنی. من حرف جر حساب می شود. اگر باید داشته باشید درس یکم ده من برای شما به حرف‌های جر الکی چی کرده بودم؟ اشاره کرده بودم. و در گروه درسی هم برای جواب دادن بعضی سوال‌های شما من یک نقطه رو گفتم که می‌خواهم که این در درس هم گفته شود. اگر کسی نشنیده باشد پیام‌های صوتی من رو، که وقتی که علم آموخته می شود مخصوصا در بخش گراماتیک، در بخش نحو و لغت زبان عربی و صرف و غیره، هر درس بعدی درس قبلی رو واضح‌تر و روشن‌تر می‌سازد. انسان نمیتواند، شاگرد و طالب علم نمیتواند که به یک درس یعنی اکتفا کند، کفایه کند و گمان کند که باید که یک درس رو به پرگی بفهمد. این خیلی دشوار می باشد. هر درس به یک درس دیگر، هر یک گویم که مضمون و هر یک فصل و گویم که یک قاعده به چند قاعده های دیگر وابسته هست، پیوسته هست. و برای فهمیدن این قاعده یکم آن دیگر قاعده ها رو باید هم فهمید. اما اگر ما به دیگر قاعده گذاریم آن قاعده پس دوباره به این قاعده وابسته می شود. پس باید از یک کنجک سر کنیم، آغاز کنیم و هر درسی بعدی درس قبلی رو و درس های قبلی و گذشته رو واضح تر می سازد. پس مثلا وقتی که همین درس سوم رو ما که به انتها رسانیم، 2 درس قبلی برای شما چقدر زیادتر روشن می شود. برای همین است که انشاءالله صبر کنید و با تدریج پیش روید و هر درسی نوی که میگذارید کوشش کنید که دوباره درس های قبلی رو تکرار کنید، برای آنکه برای شما روشن‌تر خواهد بود. پس در اینجا میگوید که من حرف جر هست که معنا دارد، له معنا دارد، ولكن معناه لا يظهر الا في الترکیب، مگر معنایش ظاهر نمی شود مگر در ترکیب یک جمله، مگر وقتی که این حرف در یک جمله مانده شود. شاید که شما گمان کنید که ولی من گمان کردم که من معنا دارد و معنایش از هست.
این غلط فهمی شما هست از سببی که از میتواند که به چندین معنا داشته باشد. میتواند که از جهتی آغاز شوی یک حد باشد، یا اینکه از برای تبعید باشد، برای گویم که استثناء کردن از یک جمعی، از یک گروهی کلانتر. عموما در زبان تاجیکی این آنقدر با این معناهای مختلف استفاده نمی شود، اما در زبان عربی معنای از هم میتواند کمی فرق کند از یک از دیگر. خوب، اگر نفهمیدید با این دو مثال مؤلف برای ما واضح تر می سازد. میگوید که فهو لابتداء الغایة فی قوله تعالی، در این آیتی که پیش میکند من که معنای عمومیش در زبان تاجیکی از می باشد، برای ابتدا یا آغاز حساب می شود، شمار می شود در این آیتی زیرین، در این قوله تعالی سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، پاک است آن ذاتی که بنده‌اش رو شبانه از مسجد حرام برد. پس در اینجا من المسجد الحرامی که میگویم معنایش از مسجد حرام هست. یعنی که با ما چی نشان میدهد؟ معنای من در اینجا یعنی مخصوص تر شد. به چی معنا؟ به معنای این که از کجا آغاز می‌یابد، از کجا سر می‌شود، ابتدای این سفری شبانه از کجا شد؟ از مسجد حرام. خب برای همین یک بار دیگر آیت رو ترجمه میکنم. سبحان الذی، پاک است، الذی آن ذاتی که اسرا شبانه به سفر بود. شبانه، سفر شبانه رو چی گفته می شود؟ اسرا گفته می شود. پس در اینجا فعل اسرا هست که شبانه برد بعبده، بنده‌اش را، لیلا در اینجا برای تأکید و برای واضح کردن هست. مینه از، البته این من هست اما از سبب اجتماع ساکنین، از سبب التقاء الساکنین هم گفته می شود، یعنی که جمع شوی دو سکون قاعده، یعنی التقاء الساکنین در اینجا تطبیق می شود و باید که یکم سکون رو ما باید به حرکت تبدیل کنیم که به این هم من دیرتر اشاره می کنم. یعنی که در اصل این من هست، تنها برای که در این کلمه بعدی در المسجد لام با سکون آغاز می یابد، ما نمی توانیم که این رو تلفظ کنیم من المسجد گوییم، از این سبب این یکم سکون رو به حرکت تبدیل می کنیم. به هر حال در اینجا من چی معنا داد؟ معنای ابتدا و آغاز شوی، و در این کانتکست، در همین زمینه البته معنای آغاز شوی سفری شبانه. اما ببینید که چخیل این من و این از که به زبان تاجیکی می شود از این مثال بعدی تغییر می کند و بخشش فرق می کند. و به معنای دوم این است که ولی تبعیضی فی قوله تعالی، و برای تبعید یعنی برای جدا کردن در این آیت بعدی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من الناس من یعبد الله علی حرف، از میان مردم آنها هستند یا کسی است که الله را بر کنار عبادت میکند، یعنی که یعنی در یک کنار، وقتی که در یک کنار باشی با شک و تردد عبادت میکند. این گونه معنا دارد. اما معنای آیت در نمی رویم، همین قسمت یکمی آیت به ما مهمتر هست، از میان مردم. پس آیا من در اینجا برای آغازی گویم که یک حد یا برای ابتدای یک حد استفاده می شود؟ نه، بلکه برای تبعید. این یک کلمه عربی هست اما معنایش چیست؟ جدا کردن از یک جمعیت یا اینکه از یک بخشی که کلانتر باشد و زیادتر باشد. وقتی که ما استثناء میکنیم از یک بخشی کلانتر. خب پس در اینجا چی کرده هست؟ در این آیت از میان مردم در اینجا جمعیت کلان هست و از ما بین این مردم ما چی کردیم؟ بعضی رو جدا کردیم، تبعید کردیم، بعض رو جدا کردیم. و الله سبحانه و تعالی چی فرموده است که بعضی هست از میان مردم که الله را بر کنار عبادت میکند، یعنی با شک و تردد عبادت میکند. پس در اینجا معنای من چی شد؟ اختلاف کرد، فرق کرد از معنای قبلی. و علامتی حرف ها چیست؟ در اینجا مؤلف میگوید الا یقبل شیئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل نحو هل و فی و لم. علامت های حرف این است که گویم که اگر من به لفظ های خودم گویم ساده تر، یکم علامت ندارد. یعنی که علامتی حرف ها همین است که نه علامت های اسم رو دارد و نه علامت های فعل رو.
پس وقتی که ما علامت های اسم رو نبینیم، تنوین، الف لام، منادا بودن، در حالت جر بودن و غیره، و اینچنین علامت های فعل ها رو هم نبینیم، تا ساکنه و سین و سوف و لم و یا المخاطبه، این علامت ها رو که نبینیم و عموما این رو همچون یک گویم که یک نقطه برای آسان کردن میگویم که اگر حرفی خیلی کلمه خیلی خرد باشد در شکلش، این هم باید برای شما تا یک درجه اشاره کند که این حرف شمار می شود از جهتی گراماتیکای عربی. و در این آخران قسمت چی میگوید؟ إن لم تقبل الكلمة شيئا من علامات الاسم ولا شيئا من علامات الفعل فاحكم عليها بأنها حرف. واضح تر یک بار دیگر تکرار میکند، میگوید که اگر کلمه قبول نکند یگم چیزی رو، یعنی یگم علامتی رو، یگم چیزی رو از علامت های اسم و نه یگم چیزی رو از علامت های فعل، پس حکم کن بالای او با این که او حرف هست. من با لفظ ترجمه کردم که شما از خودی همین عربی بفهمید. خیلی یک قسمتی و بخشی آسان هست و من از تمام شاگردان میخواهم که شما هر درسی که ما میگذاریم در گراماتیکای عربی شما خیلی مستحکم یاد بگیرید. مخصوصا این درس های اولی، این خیلی اگر همین 3 درس یکم رو شما مستحکم یاد بگیرید، این برای پیشروی خیلی برای شما کمک میکند. در مابین بعضی روزها اگر من کمی زیادتر وقت پیدا کردم، من یا از قصص النبیین یا از القراءه راشده یا یکم کتاب دیگر عربی که آسان باشد، من همین خیلی میخواهم که شما خوانید و تمرین کنیم و تمام این قاعده ها تطبیق شود. علامت های اسم و فعل حرف خیلی مهم هست، از سببی که شما میتوانید که بشناسید که در اینجا این فعل هست، این اسم هست و همون قانون هایی که به هر بخش دخالت دارد آنها را رعایت کنید. اکنون میگذاریم به نوع های حرف ها. گرچند که در اینجا مؤلف تنها میخواهد که ما همین روی خط رو بلد شویم، با همین روی خط آشنا شویم و همین خیلی آگاه شویم که حرف ها میتواند که چند نمود داشته باشد، چند اقسام داشته باشد. برای که درس ما زیادتر فایده داشته باشد، من میخواهم که برای شما این نوعی حرف ها رو کمی زیادتر بفهمانم، گرچند که اینها دوباره می آیند، اما از حاضر میخواهم که شما یاد بگیرید، از سببی که اکثر این حرف های عامله هستند یا عامل هستند، یعنی که تأثیر گذار هستند، تأثیر کننده با کلمه بعدی تأثیر میکنن از جهتی حرکت یا اعراب که میگویم. یعنی که چطوری که شما در درس یکم یاد گرفتید که حرف های جر کلمه بعدی رو در حالت جر یا مجرور میسازد، یعنی دارای کسره یا کسرتین، همین خیل هم دیگر حرف ها در اینجا هست، نمودی حرف ها که به کلمه بعدی تأثیر میگذارند و اگر اینها رو شما مستحکم یاد بگیرید، از بعض خطاهای اعرابی و گویم حرکت خود را دور میسازید. خب پس در اینجا میگوید الحروف انواع کثیره منها، حرف ها خیلی نمودهای زیاد دارد که بعضی آنها چنین هستند: حروف الجر، و بعضی مثال ها را در اینجا می آورد: حروف العطف، حروف النصب، حروف الجزم، الحروف الناسخه، الحروف المصدريه، حروف الندى، حروف الجواب، حرف الاستفهام. پس من چی میکنم؟ به جایی که دوباره همین رو خوانم یا اینکه همین مثال ها رو خوانم، من برای شما این توضیحاتی که نوشتم پیش شما میگذارم و مثال ها رو نظر میکنیم. این رو من برای شما روان هم کردم. خب اولا مؤلف چی رو پیش کرد؟ حروف الجر، حرف های جر. اگر شما سوال کنید که من میخواهم ترجمه این عنوان ها رو بدانم، من در جواب میگویم که ترجمه این یا لقب های یا نام های این حرف ها رو دانستن بیفایده هست، ضروری نیست، از سببی که ما با گراماتیک عربی کار کرده استودیم. باید که در گراماتیک، در هر فن باید با اصطلاحات همان فن گپ زد، با اصطلاحات و مصطلح های همان فن باید پیش رفت. چطوری که در مصطلح الحدیث شما میآموزید که الراوی کیست و الشیخ کیست و الحدیث و الخبر و سند و متن چی رو گفته می شود، همین طور در فن گراماتیک و نحو هم باید همین گونه پیش رویم با مصطلح ها و اصطلاحات همین فن. و من امید دارم که از این 9 نمودی که من پیش میکنم حداقل شما 8 تاش رو خوب از خود کنید، از سببی که تنها یک نمودش هست، یک قسمش هست که کمی مشکل هست، باز هم کوشش میکنم که فهمونم. خب حرف های جر الکی بلد هستید. برای حرف های جر
یعنی ماشاءالله در عربی ابتدایی ما پورا یک درس رو به همین مضمون بخشیده بودیم، به فکرم درسی ششم بود. تعریف چیست؟ اینها حرف‌های میباشند که اسمی پس از خود را در حالت جر میگذارند. یعنی که اگر آسان کرده بگوییم، اگر اسمی مفرد باشد یعنی که به یک چیز دلالت کند، اگر الف لام داشته باشد پس یک کسره میگیرد در آخران حرفش، و اگر الف لام نداشته باشد و این چونین منصرف باشد، منصرف رو در آینده میفهمونم، دو کسره میگیرد. من تنها این دو گویم که دو قانون رو به شما پیش میکنم، گرچنده که در اینجا قانونهای بیشتر هم هست. شاگردان قدیمی اگر شما باید داشته باشید، وقتی که ما به بخشی تثنیه و جمع که رفتیم، تثنیه که می باشد یعنی که وقتی یک کلمه به دو چیز دلالت کند، مثلا دو تا کرسی، دو تا خلطه، دو تا مرد، طرز اعرابی این کلمه ها فرق میکند. با حرکت اعراب نمییابد، با حرکت اعراب خود را ظاهر نمی کند، بلکه با حرف ها اعراب خود را و حالت رفعی یا نصبی یا جری خود را ظاهر می کند. به هر حال این یک نقطه بود برای شاگردان قدیمی. اما شاگردانی که حالا ما این رو یاد میگیریم توجه کنید چی اثر دارند، چی تأثیر دارند. به اسمی پس از خود حرکت کسره یعنی که جر گویا میدهند. مثال نظر کنید، جلس الطفل على الكرسي. جلس فعل ماضی به معنای شیشتن، نشستن. طفل، من اگر اهمیت بدهید من کلمه های عربی رو انتخاب میکنم که تاجیکی هم به تاجیکی عربی هم همون کلمه استفاده شود، برای اون که برای شما نزدیکتر شود و فهموتر باشد و لغت شما وسیعتر شود. طفل ما این کلمه رو هم استفاده میکنیم. طفل کودک، نشست علی بالای الکرسی، کرسی. خب پس در اینجا ببینید علی حرف جر هست و الکرسی کلمه پس از اون. در اینجا آیا ما گفتیم علی الکرسیه؟ نه. آیا گفتیم علی الکرسیو؟ نه. چی گفتیم؟ علی الکرسی. و در اینجا این کسره که میبینید این کسره هست. کسی گمان نکند که این فتحه هست، چون که هر وقتی که در بالا یک حرف شده با کسره می آید باید که این گونه نوشته شود. این گونه باید نوشته شود، نه اینکه در زیر حرف. گرچنده که هر دویش اونقدر چی نیست، یعنی که غلط نیست اگر در زیر حرف هم گذاشته شود. مثال بعدی، الکتاب موجود فی الحقیبه. کتاب در حقیبه خلطه میتوانید گوید، سمکه میگوید بعضی شمایان. کتاب در سمکه در خلطه موجود هست. پس در اینجا هم نظر کنید که به مانند علی فی در اینجا حرف جر هست و کلمه بعدی خود را در حالت مجرور قرار داده است، تأثیر کرده است. حقیبتا نگفتیم، حقیبتو نگفتیم، فی الحقیبتی گفتیم. و یک نقطه دیگر من برای شما میدهم، مخصوصا برای شاگردانی که بلد هستند و شاگردانی قدیمی. در اینجا اگر ببینید کلمه موجود آمده است، اکثر وقت این کلمه نمی باشد و ما چی میگوییم؟ الکتاب فی الحقیبه، کتاب در سمکه هست. وقتی که ما در اینجا جر و مجرور و متعلق که میکنیم، که استاد خیر به شما فهموند یک چند بار، وقتی که میگوییم متعلق در جمله اسمیه، یعنی که جمله وقتی که با اسم آغاز یابد، ما باید که متعلق رو جر مجرور رو متعلق کنیم با یک شبه الفعل، یعنی که با یک مصدر، گویا یک کلمه که مصدر باشد، یک کلمه که در اصل اسم هست اما معنای فعل رو دارد. پس در اینجا اگر موجود نباشد، میدانید که ما این رو چگونه ترکیب میکنیم؟ الکتاب مبتدا فی حرف جر، الحقیبه مجرور، الجر والمجرور متعلق بشبه الفعل موجود. فهمیدین؟ امیدوارم که این نقطه اضافه‌گی رو شما فهمیده باشید. اگر نفهمیدید این برای شما حالا نیست، تنها برای شاگردانی که کمی از ترکیب با خبر هستن من برای آنها از برای فایده گفتم، اما اگر نفهمید حالا این گپی اصلی نیست. مثال بعدی در اینجا شده دو بار شده است. والله لافعلن ما طلبته. قسم به الله، والله که میگویم این واو القسم هست و با کلمه بعدی تأثیر کرده هست و کلمه بعدی رو لفظ جلاله را در حالت جر قرار داده است. ما نمیگوییم والله، 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 برای که این واو العطف نیست.
واوی که پیوسته میکند یک کلمه رو یا یک جمله رو به دیگر جمله، این به معنای و نیست. وایی که به تاجیکی میگوییم این به معنای قسم هست. قسم به، این است معنای و به همین مانند والله، تالله، بالله داریم. 3 حرف که برای قسم استفاده می شود و همچون حرف الجر، یعنی ما تحت حرف جر شماریده می شوند. این بود حرف های جر. در چت نویسید که این بخش رو شما فهمیدید. حروف العطف، حرف های عطف، تعریفش چیست؟ حرف هایی که برای پیوستن دو کلمه، که حاضر من چی کردم؟ اشاره کردم به همین. برای پیوستن دو کلمه، دو عباره یا دو یا زیادتر میتواند باشد جمله استفاده میشوند. آنها همیشه بین دو عنصر معطوف و معطوف علیه می آیند. در اینجا معطوف و معطوف علیه من در این انشاءالله با واسطه این مثال ها میفهمونم. استاد ام خیر هم به این هم اشاره کرده بود در درس های قصص. چی اثر، چی تأثیر میگذارند این حرف ها؟ حرف های عطف حرف های برای پیوسته کردن. معطوف که کلمه دوم هست همان حالت و تأثیری معطوف علی رو میگیرد. کلمه اول پیش از واو می باشد یا پیش از حرف العطف می باشد و کلمه دوم که میگویم، معطوف که میگویم، بعد از حرف عطف می آید. مثلا اگر معطوف علی رفع داشته باشد به کلمه آسان ضمه پیش، معطوف نیز رفع می شود. در اینجا نظر کنید. اول این مثال رو نظر میکنیم. ذهب، رفتن. چی معنی دارد؟ رفتن در حالتی گذشته، رفت. اما در اینجا برای دو انسان استفاده می شود باید که ما رفتند بگوییم. خالد، ذهب خالد و محمد الى المدرسه. خب در اینجا احمد، من اول احمد نوشته بودم، بعد احمد از سببی که غیر منصرف هست من به خالد تبدیل کردم. این ترجمهش رو فراموش کردم. این رو احمد نیست، این خالد هست. خب خالد و محمد به مکتب، به مدرسه رفتند. پس در اینجا حرف عطف کدام هست؟ واو. معطوف علیه که میگویم کدام هست؟ این کلمه یکم. معطوف کدام هست؟ کلمه دوم. پس در اینجا همان حالتی که معطوف علیه دارد، یعنی کلمه یکم، همان حالت اعرابی که دارد، همون رو ما به معطوف و کلمه بعد از واو میدهیم. در اینجا از سببی که خالدون ضمتین دارد یا در حالت رفع هست، یعنی که ضمتین دارد، وقتی که ضمتین باشد یا ضمه باشد و دیگر علامت ها همه باشد، این رو حالت رفع گفته می شود که من به فکرم در درسی واحد تثنیه و جمع فهمونده بودم در عربی ابتدایی، شاید درسی 4 بود. به هر حال از سببی که در اینجا خالد عمل کننده هست، فاعل هست، باید در حالت رفع باشد، حالتی که ضمتین بگیرد. پس در اینجا ضمتین گرفته است و از سببی که خالدون ضمتین دارد، کلمه‌ای که بعد از واو هست، کلمه‌ای که بعد از حرف عطف هست، همون اعراب رو میگیرد، همون حالتی رو میگیرد که کلمه پیش از حرف عطف هست. خب اکنون یک مثال دیگر رو نظر میکنیم. اول نظر کنید این مثال سوم رو، از سببی که مثال دوم اونقدر گوییم که روشن نیست. تريد قهوة او شایا؟ قهوه یا چای میخواهی؟ تريد در اینجا حرف استفهام محذوف هست، مقدر هست، یعنی پنهان شده هست. هل تريد؟ آیا تو یک مرد میخواهی؟ تريدين؟ هل تريدين؟ خب آیا تو یک زن میخواهی؟ تريد قهوة. در اینجا حرف عطف ما کدام هست؟ او که معنای یا دارد. واو به زبان عربی به تاجیکی هم واو میشود و به او که هست یعنی که یا برای انتخاب که ما استفاده میکنیم. قهوه یا چای میخواهی؟ در اینجا ببینید که قهوتن آمده است از سببی که مفعول هست. در اینجا فاعل مفعول و همون حرکت، همون اعرابی که پیش از حرف عطف هست باید به کلمه بعد از حرف عطف داده شود. خب این شد حرف های عطف. در اینجا این مثال دوم که است، قرأ الکتاب ففهم المعنى، کتاب رو خواند و معنی رو، معناش رو فهمید. این از سببی که در اینجا دو جمله فعلیه هست آنقدر گویم که حالت اعرابی ظاهر نمیگردد. این تنها چی میکند؟ دو جمله فعلیه رو به هم دیگر میپیوندد. در اینجا حرف عطف ما فا هست
یعنی که و پس از آن و یعنی که برای ترتیب هست. اول کتاب رو خوند و پس از آن معنی رو فهمید. پس و پس معنی رو فهمید. اگر خواهید در اینجا حتی کلمه پس رو علاوه کنید که معنای فز یا روشن شود. اکنون خب در این بخش یک خواهرمون گفت سپس و سپس هم درست هست. سپس را عموما من برای ثم گفتنی بودم که ثم هم یکی از حرفهای عطف حساب می شود، اما پس هم سپس هر دوش انشالله درست هست. حرفهای نصب کدام ها می باشند؟ تعریف: حرفهایی که فعل پس از خود را به حالت نصب یعنی فتحه می گذارند. از چی سبب من بعضی وقت فتحه، ضمه، کسره میگویم، بعضی وقت نصب، رفع، نصب، جر؟ از سببی که بین اینها اصلا فرق هست. حالت‌های اعرابی رو حالت رفع و نصب و جر گفته می شود که اینها کلمه ها و مصطلح های عمومی تر هست، اما فتح، کسر، ضمه به حرکت ها یعنی مخصوص هست. اما از سببی که حالا فرقیت بین آنها اونقدر مهم نیست، من هر دویشون رو یعنی در عین حال ذکر میکنم که شما فکرتون روشن شود و شما خوب فهمید. به هر حال حرف‌های نصب کدام ها هستند که البته در این روی خط آنها رو میبینید: ان، لن، کی، اذن. و برای حرف‌های عطف نظر کنید: واو، ف، ثم، او، ام، بل. حرف‌های نصب کدام ها هستند؟ بعضی مثال ها تمام آنها اینها هستند که ان، لن، کی، اذن. پس در اینجا چی میگویم؟ که این حرفا چی میکند؟ فعل پس از خود رو در حالتی نصب یعنی که با فتحه میگذارد. خب پس مثال ها رو نظر کنیم. در اینجا اریدو ان اتعلم. اول بیایید که در مثال ها ما حرفی نصب خود رو پیدا کنیم. ان، میخواهم زبان عربی رو یاد گیرم، آموزم. ان اتعلم، اینجا حرفی نصب هست. لن اترک، اینجا حرفی نصب هست. هرگز تحصیلم رو ترک نمی کنم. لن. و در این آخرش اجتهدو کی انجح، کی این حرف نصب هست. پس نظر کنید در همه این مثال ها کلمه بعدی آخران حرفش با کدام اعراب هست؟ با اعرابی فتحه، یعنی که با حرکتی فتحه هست، یعنی در حالتی نصب هست. برای همین اینها رو حرفهای نصب گفته می شود. متوجه شدید؟ حرفهای نصب یعنی که حرفهایی که فعل بعد از خود را در حالتی نصب قرار می دهند. پس اینها شد حرفهای نصب. می گذاریم به بخشی چهارم، حرفهای جزم. تعریف حرفهای جزم چیست؟ حرفهایی که فعل پس از خود را سکون می دهند. حرفهایی که فعل پس از خود را به حالتی جزم می گذارند یعنی که سکون می دهند. این سوم و چهارمش خیلی آسان هست و اما تعریف و اثرش یک هست. ببینید در اینجا لم، اول در اینجا نظر کنیم مؤلف کدام مثال ها رو میدهد. حروف الجزم: لم، لما، لام امر، لام الامر، و لای ناهیه یعنی که برای نهی کردن. اگر باید داشته باشید لا تفعل، لا تنصر. اینها لا، این لا که هست لای نهی می باشد، ناهیه. خب پس در اینجا ما اول اشاره میکنیم به حرف های جزم: لم، لما، و در اینجا لامی امر برای غائب، واحد مذکر غائب. پس ببینید کلمه بعدی رو یا فعل بعدی رو بعد از این حرف آیا در آخران حرفش آیا جزم هست یعنی که آیا سکون هست؟ بله. لم يذهب الطفل الى المدرسه، کودک به مکتب نرفت. لما تشرح المعلمه الدرس، معلمه هنوز درس رو شرح نداده است. لیکتب الطالب درسه، بگذار دانشجو یعنی که طالب علم درسش رو نویسد. در تمام این مثال ها اصلا باید سکون معلوم نشود، از سببی که در اینجا قاعده التقاء الساکنین، اجتماع الساکنین یعنی تطبیق می شود. باید که من تمام این حرفای آخر را کسره کنم، از سببی که وقتی که دو سکون به هم دیگر جمع می شوند قاعده یکم تطبیق می شود. اذا حرک بالکسر، یکم حرکت را، یکم سکون را باید به کسره تبدیل کنیم، مخصوصا در فعل ها. من باید اصلا بگویم لم يذهب الطفل لما تشرح المعلمه لیکتب الطالب. اما برای آن که هدف این صحیفه و این بخش شناختن حرفهای جزم هست، از این سبب من برای شما سکون گذاشتم. پنجم، حرفهای ناسخه. این یک عنوان هست به 3 بخشی دیگری حرف ها که اینها را ان و اخواتها و کان و اخواتها و حتی ظن و اخواتها هم گفته می شود. 3 بخشی خردتر دارد، اما من برای شما تنها به 2 بخشش اشاره می کنم
تعریف حرفهایی که به عباره اسمی یعنی که به جمله مبتدا و خبر داخل می شوند و اعراب آنها رو تغییر می دهند. اثر وابسته به قسمی خردتر یا تحتی که همین قسمی کلانتر که داخل می شود به همون وابسته هست. اگر این و اخواتها باشد یعنی که این و خواهرانش که استاد اون خیر هم به شما اشاره کرده بود، اینها رو الحروف المشبهه بالفعل هم گفته می شود. اگر این قسمی حرف ها باشند اسم رو به حالت نصب یعنی که آخران حرفش فتحه می داشته باشد و خبرش رو به حالت رفع می گذارد. این الله علیم، این الله گرچند که مثال ها می آید. و اگر کان و اخواتها باشد خب که اینها رو الافعال الناقصه هم گفته می شود که در درس های قصص هم در جدولی در شجره ترکیب به شما اشاره کرده شد. کان در آنجا بود، الفعل الناقص گفت استاذه، یعنی که همین کان و اخواتها یعنی که همین حرف الناسخ رو در نظر دارد. خب اگر کان و اخواتها باشد که به بخش اینها می آیم انشالله، تنها حالا فقط این و کان رو باید بگیرید که اگر پیش از یکم مبتدا خبر این بیاید مبتداش رو چی میکند؟ مبتداش رو فتحه میدهد آخرون حرفش رو و خبرش رو در حالت رفع میگذارد، یعنی که اسم این میشود و خبری این. و اگر کان بیاید کان اسمش رو ضم میدهد یعنی که در حالت رفع میگذارد و خبرش رو در حالت نصب. مثال ها، این مثال هایی که من پیش کردم تنها برای این و اخواتها هست، از سببی که مثال هایی که در اینجا مؤلف آورده است تنها برای الحروف المشبهه بالفعل هست، یعنی این و اخواتها. در اینجا نظر کن این انک ان لکن لیت لعل. خب پس در اینجا این العلم نافع، ببینید به شبهه به شکی علم سودمند هست، نافع هست، فایده آور هست. ببینید این از اسم این علم در حالتی نصب هست و این از خبر این که در حالتی رفع هست. کأن الطفل مريض، کأن هم یکی از این و خواهرانش حساب می شود، یعنی که حرف های این و خواهرانش. این هم کلمه بعدی رو که مبتدا باشد اسمش رو در حالت فتح در حالت نصب می کند و خبرش رو در حالت رفع. کأن الطفل مريض، گویا کودک بیمار هست. لکن هم یکی از همین ها حساب می شود. لكن الطقس جميل في الصباح، اما لكن طقس یعنی هوا، باد و هوا، جمیل زیبا هست، فی الصباح در صبح. پس این چی می شود؟ اگر این رو من ترکیب کنم با شما این گونه ترکیب می کنم که لكن این رو می گویم این و اخواتها، یا می گویم که حرف الناسخ، یا می گویم که الحرف المشبه بالفعل، و بعدا میگویم که الطقس اسم لكن جميل خبر لكن و في الصباح این رو متعلق میکنم، حرف الجر و المجرور متعلق. خب متعلق میکنم و این پورا میشه جمله اسمیه خبریه. اما این بعضی اشاره ها اونقدر مهم نیست. حالا حروف المصدریه، حرف های مصدریه کدام ها هستند؟ حرف هایی که جمله رو به شکل مصدر عوض میکنن. این کمی مشکل هست، اگر حروف المصدریه رو نفهمیدید باکی نداره، تنها شناسید که این حرف ها رو حرف های مصدریه گفته می شود. هر وقتی که به همین بخش رسیدیم بعد در آن وقت خواهید فهمید. من این رو کمی زیادتر فهماندنی بودم، اما چون که وقت کم هست نمیفهمونم، همین خود میگذاریم به بخش دیگر. حروف المصدریه ان ما کی لو، اینها یکم اثری مخصوص ندارند، اما چی اثر دارند؟ جمله ها رو به یک مفهوم مصدری تبدیل می دهند که همچون یک واحد معنایی در جمله نقش می بازد. اما حرف های مصدریه به کلمه بعدی اعراب معین نمی دهند. بعضی وقت فتحه، بعضی حرف هایش فتحه می دهند، بعضی ها یعنی غیر عامل هستند، تأثیر گذار نیستند. مقصد همین است که حرف های مصدریه رو همین خود شناسید. اريد ان اسافر، می خواهم سفر کنم. معنای این تعریف همین است که گویا ان اسافر معنای مصدری دارد و مصدری اسافر همین فعل السفر می باشد. اريد ان اسافر یعنی که اريد السفر، یعنی که ان اسافر رو به یک معنای به یک شکل مصدری عوض کرد.
به هر حال از این بخش میگذریم به حرف‌های ندا که این هم آسان هست. شما الکی آشنا هستید با این حرف‌هایی که برای جلب توجه شخص یا چیز مورد خطاب استفاده میشوند. و یاد داشته باشید برای فریاد کردن، برای صدا زدن. چی اثر؟ اگر منادا همان چیزی یا کسی که صدا کرده می شود اسمی مفرد باشد، مفردی معین باشد، نامی خاص یا با الف لام باشد، در آن حالت رفع یعنی با ضمه میماند. اگر منادا اسمی نامعین یا در افاده های احساسی استفاده شود آن در حالت نصب یعنی که با فتحه می آید. مثال یا استاذو، این چی شد؟ این در این بخش یکمش داخل شد، اسمی مفردی معین شد پس با ضمه ماند. هل انت فاضٍ الان؟ آیا ای استاد آیا حالا شما وقت دارید؟ ایا ولدو، این است حرف ندا، در این یکمش این است حرف ندا. تقدم هنا، ای پسر به اینجا نزدیک شو. پس این هم در حالت رفع هست. اینش که هست و این برای احساسات هست، برای احساسات غم. وقتی با غم یک کسی رو فریاد میکنی و محمده میگویی و در آخرش هم می آید یعنی آه. پس در اینجا این مناده رو در حالت نصب میگذارد که در اینجا میبینید یعنی دل بالایش فتحه هست. به هر حال تنها در این بخش من میخواهم که شما با حرفهای ندا آشنا شوید که در اینجا مؤلف چی میگوید؟ حروف الندا یا هیا ای همزه و خب اکنون حروف الجواب و حروف الاستفهام، دو بخش آخران خیلی آسان هستن. انشاءالله صبر کنید، قریب به انتها رسیدیم. حرفهای جواب، حرفهایی که برای تصدیق یا رد در جواب استفاده می شوند، خیلی آسان و یکم اثری خاص ندارند. در معنای جمله نقشی تصدیق یا رد را بازی می کنند و تمام. از جهت اعرابی یکم اثر ندارند، یکم تأثیر نمی کنند. هل انت جاهز؟ آیا تیاری؟ نعم، بله. این است حرفی جواب، حرف الجواب. هل تحب القراءة؟ بله. آیا خواندن رو دوست می داری؟ بله. چرا نه؟ البته. این گونه معنا دارد. هل تذهب معي؟ آیا همراهی من می روی؟ لا. همه اینها چی هستند؟ حروف الجواب. و حروف الاستفهام در اینجا هم یک بار نظر میکنیم. حروف الجواب نعم، اجل، بلا، ولا. و حرف الاستفهام در اینجا شکل تصنیه رو آورده است مؤلف، یعنی که اشاره کنند که دو تا حرف برای استفهام هست، برای سوال کردن. دو حرفی استفهام، حرفایی که برای سوال دادن استفاده می شوند و یکم اثری خاص ندارند، جمله ها را سوالی می گردانند، تمام. از جهت اعرابی یکم تأثیری ندارند. مثلا هل تحب الطفلة اللعب؟ آیا دخترچه بازی کردن رو دوست می دارد؟ هل در اینجا حرفی استفهام هست. اذهبت الى المکتبة؟ آیا به کتابخانه رفتی؟ در اینجا همزه خالی که هست این حرفی استفهام هست. و دوباره همین هل یجب علی الحضور؟ آیا من باید حاضر شوم؟ هل حرفی استفهام هست. پس این شد 9 بخشی حرف‌های اقسامی حرف‌ها. دوباره تکرار میکنم که اگر از همین 9 اقسام شما 8 اقسامش رو خوب درک کرده باشید این کفایه میکند. تنها همین حرف‌های مصدریه کمی مشکل هست، اگر اینها رو نفهمیدید باقی ندارد، این بخش خودش رو دارد در آینده. و این آخران صحیفه که هست این تنها یک خریطه هست که درس رو مختصر کرده پیش میکند به همین یک نقشه که کلمه به 3 قسم تقسیم می شود: اسم، فعل، حرف و علامتی اسم کدام ها هست. 5 تا در اینجا ذکر کرده است. ماضی، مضارع، امر، هر یک از علامت های ماضی، مضارع و امر رو در اینجا ذکر می کند. اگر خواهید تمام این جدول رو یعنی از یاد کنید، از خود کنید و این شد خلاصه درس امروزه. و برای حرف هم علامتش رو ذکر می کند که یکم علامت اسم و فعل رو قبول نمی کند. اکنون می گذاریم به تمرین امروزه. انشالله این تمرین رو با هم به انتها می رسونیم و بعد از این ثبت ادامه می یابد و در آخر شما باید که این صحیفه رو همچون واجبات تا هفته آینده تمام کنید. خب در اینجا ضعی دائره حول الحروف من القائمه التاليه. ضعی تو یک زن بگذار یا نویس دائره، یک دایره خط گرد، حول گرد حرف ها از همین روی خط که می بینید. خب اکنون شاگردانی که ثبت رو گوش کردند یا ثبت رو گوش میکنند در اینجا ببینید ما
این تمرین رو گذاشتیم. تمامی کلمه هایی که حرف بودند ما آنها رو دوره زدیم، ما آنها رو یعنی خطی گرد گذاشتیم با رنگ سرخ و بعضی شاگردان خواستن که به بعضی دیگر کلمه ها اشاره کنند که اینجا فعل های امر هست و ماضی باقی ندارد. اما این شد خلاصه همین تمرین امروزه. شما هم انشاءالله ثبت رو در همینجا وقفه کرده اینها رو خوب توجه دهید و برای هفته آینده کوشش کنید همه شاگردان که شما این آخران همین چی می شود، آخران واجبات می شود برای همین بخش یکمی اساسی نحو تطبیقی. دوباره من برای شما همین گونه جدول آماده کردم برای افعال، اسماء و حروف. از تمام این کلمه های زیرین چی کنید؟ فعل ها رو در اینجا نویسید، اسم ها رو در اینجا و حرف ها رو در اینجا. در اینجا زیادتر حرف هست از سببی که میخوام که حرف ها رو تمرین کنید، اما اسم ها و فعل ها هم وجود دارد. در همین جا دست ما به پایان میرسد. سبحان الله و بحمده، سبحانك اللهم و بحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.